ҳафткӯл яке аз мавзеъҳои зебо ва нотакрор ва дилфиребу дорои оби ширину мусаффои тоҷикистон аст. он аз 7 кӯли дорои хусусиятҳои аҷибу нотакрор ва оби шаффофу ширин иборат аст. 7 кӯли муҷалло мисли алмос миёни кӯҳзори ҳайратафзои фон ҷой гирифтанд. кӯҳҳои фон бошад дар қисмати баландтарини қатор кӯҳҳои зарафшон қарор доранд, ки аз шарқ бо дарёи Фондарё ва аз қисмати ғарб бо силсилаи кӯлҳои Марғузор ва дарёи Шинг иҳота шудаанд. дар миёни ин кӯҳистони аҷибу дилфиреб беш аз 30 кӯли дорои оби шаффофу ширину зулол мавҷуд аст. сарчашмаи ин кӯлҳо бошад қуллаҳои барфпӯши кӯҳҳои фон мебошад. аксари кӯлҳои ин мавзеъ дар паҳлӯи кӯҳпораҳои наву кӯҳнаи лағжида ҷойгиранд, ки онҳо дар натиҷаи обшавӣ ва ҷойи ивазкунии пиряхҳо ба вуҷуд омаданд. ҳар як кӯли ин мавзеъ барои худ хусусияти аҷибу минтақаи хеле ҳайратафзо ва зебои ҷойгиршавӣ дорад. аммо миёни ин ҳама кӯлҳои Марғузор ё 7 нозанини Шинг ё ин ки 7 кӯл бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунанд. кӯлҳои Марғузор аз 7 кӯли фирӯзаранг иборат буда, силсиламонанд тавассути водии васеи дарёи Шинг ба поён ҷорӣ мешаванд. табиати ин макон барои тамошо хеле мусоид буда ба равони кас оромиш мебахшад. иқлимаш дар тобистон мӯътадил ва дар зимистон сард аст. дар мавриди таърихи пайдоиши кӯлҳо маълумоти дақиқ мавҷуд нест. гуфта мешавад, ки кӯлҳо дар натиҷаи заминларза падид омаданд, яъне зимни як ҳодисаи заминҷунбӣ дар чанд ҷойи Шингдара кӯчиши кӯҳ ба амал омадааст, ки дар натиҷа пеши роҳи дарёча баста гардидааст ва аз ин ҷо кӯлҳо пайдо шуданд. ин ҳодиса айнан ба ҳодисаи кӯли Саррез ва Искандаркӯл монанд аст.
در اینجا از همه کلی پسترین در بلندی 1598 متر از سطح بحر جایگیر است. کلی دوم در بلندی 1701 متر و همین طور هر کدام از کلها از دیگری بالاتر جایگیر شده یکی از دیگری زیباتر است و تماشای کلهای بلندتر باشد دشوار است، زیرا راه آن مشکل گذر است. کلهای آخرین در بلندی 2400 متر واقع گردیدند. کلهای مرغزار و بخصوص کل میشگان با رنگ غیر عادی آبش خیلی جالب و غیر عادی است. نوری های مینرالی در آب حل گردیده حتی به کفک آب شوخ شینگ رنگ نیلین و نقرگین میبخشند. وقتی دریای سرکش شینگ به کول وارد می‌گردد آرام می‌شود. آب آن به خود رنگ غلیظی کبود و بنفش رنگ را می‌گیرد. کل یکم 7 کل میشگان نام دارد، اما آن از جهت ساخت و شکل به میشگان هیچ ربطی ندارد، لیکن در زیبایی از میشگان هم دیده زیباتر می باشد. وابسته به وضع باد و هوا رنگ بنفش، نیلابی سرخ، کبود و دیگر رنگ ها را نیز به خود می گیرد. نسبت به دیگر کلهای شینگدره در پایان آب دریا از سطح بحر در بلندی 1598 متر واقع است. از احتمال دور نیست که چند بار هم ویران شده است. چقوری کل میشگان به 20 متر می رسد و در 0.05 کیلومتر مکعب مساحت خود را جای کرده است. گل دوم سایه نام گرفته است که نامش به ویژگیش هم ردیف است. در اندکی روز کل را سایه زیر می کند و رنگی کل تیره‌تاب می شود. اطراف هر یک کل را چند دهه های نیز پیچانده است. کل سایه از سطح بحر در بلندی 1700 متر جایگیر شده 100 متر پهنی دارد. طبیعتی خیلی زیبا و ناتکرار و غیر عادی اطراف این کل را احاطه کرده است.
کل سوم هوشیار نام گرفته. آن در بری کل سایه جای گرفته است. از این کل مردم دهه گردره که در همین منطقه زندگی میکنند استفاده میبرند. این دره غرق گل بوده، گلستانی را میماند که تماشایش دلها را فرح میبخشد. رنگ کل هوشیار با کبودیش اندک از کلهای دیگر تفاوت دارد، زیرا آن روشن‌تر است. کل نوفین چهارمین کل هفت کل است. کل است پر از معما، سیر و روایت و اسطوره‌های قدیمه. رنگ این کل سرخ است و روایت هم از همین جا سرچشمه میگیرد. نوفین معنای مابین یا مرکز را دارد. بالای این کل دهه ررز جای گرفته است. موقع گئوگرافی ررز شرایط مهیا کرده است تا مرحله اول عصر میانگی این موضع چون منطقه نظارتی انتخاب شود. کل نوفین از سطح بر در بلندی 1179 متر جای گرفته است. اندازه کل 958 کیلومتر مربع بوده. آن 2750 متر طول میکشد. برش قریب 182، چقریش باشد 41.3 متر است. گفته می شود که آب آن قریب به 6 میلیون متر مکعب می رسد. خردک کل پنجم. خردک از پنجمین کل هفت کل است. آب نوفین از حساب نهرچه انگار پر می شود که از کل پنجم خردک می ریزد. این کل با اسمش هم توأم می باشد، زیرا در بین همه کل ها کوچکتر است. کل خردک از سطح بر در بلندی 1183 متر جای گرفته، 240 متر درازی و 0.06 کیلومتر مربع مساحت دارد. طبیعت اینجا تا حد ناتکرار است که گل درون سنگ مثل حاکم جلوه می کند. مرغزار یعنی کل ششمی هفت کل. این کل نسبت به دیگر کل‌های هفتگانه کلانتر است. آن در بلندی 2139 متر از سطح بر جای گرفته است. طول آن به 2650 متر می رسد. در ایام بهار و تابستان گرد و اطراف این کل از حساب گلوگیا کبود می شوند. از این خاطر آن را مرغزار می نامند. اینجا جای پسندیده سیاحان است. هزارچشمه از کل آخرین یا هفتم هفت کل زیبا و دلفریب است. آب به داخل هزارچشمه از دو طرف جاری می شود. احتمال از سبب سرد بودن آب غیر از کرماهی
دیگر نمودی جانوران زیرآبی در هزارچشمه زندگی نمی کنند. کل هزارچشمه نسبت به دیگر کلها صبور و آرام است و رنگش سیاه شتاب است. همین طور 7 کل را دیدیم. خیلی عالی است. عجیب آن که از 7 کل تنها کل مرغزار و هزارچشمه در فصل زمستان یخ می‌بندند و برای مردم همچون پول خدمت می‌کنند. آبدوی این کلها کس را حیرت زده می‌کند. یعنی از کل هفتم به کل ششم آب به طور مقرری توسط دره جاری می شود. کل ششم آبرو ندارد و پایان آب آن گم می شود. آب آن با تگ زمین به کل پنجم می رسد. بالای آن مردم زندگی می کنند و این روند تا کل پایانی عیناً همین خیلی ادامه می یابد که خیلی غیر عادی است. این موضع با طبیعت ناتکرار، مردم خوب و خوش، عالم نباتات و حیوانات و مخصوصاً 7 کل نازنین و زیبا و ناتکرار قلب هزاران نفر سیاح را به خود جلب کرده است. چشمه ها در میان دره‌های گلپوش و گلستانی حیات را برای بیننده زیباتر می سازند. آب مصفا و شیرین و حیات بخش از قله‌های کوه‌های برفپوش با هزاران اسرار پوشیده و گشاده به پایان ره پیش گرفته جاری می شود و حیات را برای طبیعت و انسان گوارا و تراوت بخش می سازد و محیط را سبزپوش و گلبسر می نماید. این کلها با جلوی آبی نقره‌گونشان چشم‌ها را تراوت و خیال‌ها را زیبایی می بخشند. اینجا مکانی است از موضع‌های ناتکرار طبیعت تاجیکستان که چشم بیننده حیرت زده زیبایی و عجایبیش می‌گردد.